он жумла шумо нисбати прокуратура донистан хоҳед бори дигар ба моддаи 97 конститутсия марҳамат таваҷҷӯҳ кунед ки вазифаи конститутсионии прокуратура аз чӣ иборат аст. риояи дақиқ ва иҷрои ахираи қонунро дар қаламрави биштвар прокурор назорат мекунад. шумо медонед ягон масъала باید بگذار زمین باشد، بگذار طبیعت باشد، بگذار هوا باشد، بگذار چی مسئله نباشد، بگذار روزنامه‌نگاری باشد. همه قانون تغییر شده و پروکورور نظارت می‌کند. وظیفه خودش انجام می‌دهد در این راه. یگان وظیفه دیگه وظیفه او گذاشتن نمی‌شود. من فکر می‌کنم پروکورور وظیفه خودش رو در همه حالات در همه دور زمان حتی در حالت‌های همین حادثه‌های سال 92 هم یگان پروکورور و یگان کارگر مشغول نبود وظیفه خودش انجام می‌کرد. از قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیری دولتی موافق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیری دولتی ماده 18 ببینید شناس شوید کردارهایی که جنایت‌هایی که به امنیت جمهوری تاجیکستان روانه کرده شدن سیری دولتی دانسته می‌شود. مادامی که سیری دولتی دانسته شود پروکورور هم در خدمت همین دولت از وظیفه و اجرای قانون‌ها خودش هم باید قانون را اجرا کند. برای همین در جواب‌ها به شما میگن که این سری دولتی به داخل میشود و شما معلومات دادن نمیتونید یا معلومات به همان درجه‌ای که در کار است یا ممکن است به شما پیشنهاد کرده شود. طلبات دیگر قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات پروکوراتورا دلخواه پرونده جنایتی که مفتش پروکوراتورا تفتیش میبرد و وظیفه‌دار نیست که به واسطه اخبار عامه اویدی همه حالت‌های کاری در تفتیشات تمام نشده است خبر دهد. چون که شما عاقبت‌های واقعی مثلا را می‌دونید که شخص را در صادر کردن جنایت گناهکار گفتن تنها سود حقوق دارد. وقتی که پرونده جنایتی به آخر رسید و رفت به سود مرافعت رفت و بررسی شد و حکم را و حکم به حال به قوای قانونی درآید بعد این ما می‌بینیم که همین شخص در صادر کردن همین جنایت گناهکار است. چون که با اونجا مرحله نظارتی دارد، شکایتی دارد، طرف‌ها شکایت می‌کنند، پروکورور اعتراض می‌کند.